برق میگیرد 220 ولت خروجی میده اینا. حالا نمیدونم دستم کجا خورد چجوری برق منو گرفت. اینا خروجیش 220 ولته. من یه بار زدم تست کردم و اگر به اینا بزنی میسوزه. من این LED ها رو برای نئون فلکسی گرفتم RGB، ولی اینا 12 ولته. بیا یه دونه بهت نشون بدم که چجوریه. این اصلا اینو میزنم به برق. خدا رو شکر قبل از اینکه من کاری کنم اینو مولتیمتر زدم و اینو میزنم روی 200 ولت و وقتی شما سر مثبت رو میزنی اینجا